تایم لپس شب گذشته خیلی کوتاه ثبت شد. نه از سر کم حوصلگی، بلکه انگار شب خودش تصمیم گرفت زودتر تمام شود. اما برای فهمیدن همین چند ثانیه تصویر باید برگردیم سالها قبل. سال 1390 بود. من و ایمان با دوربین‌های ساده و دل‌هایی پر از شوق وارد کلاس عکاسی شدیم. آن روزها هنوز نمی‌دانستیم این مسیر فقط یاد گرفتن تنظیمات نور و کادر نیست. قرار بود نگاهمان به جهان برای همیشه عوض شود. از همانجا بود که یاد گرفتیم عکس کنیم، دقیق‌تر ببینیم و زیبایی را در چیزهایی پیدا کنیم که خیلی‌ها بی‌تفاوت از کنارش عبور می‌کنند. ایمان همیشه طبیعت را طور دیگه‌ای می‌بینه. کوه، آسمان، مه، نور. آخر روز یا سکوت نیمه شب برایش فقط منظره نیست، روایت است. بلد است صبر کند، زمان را بشناسد و لحظه‌ای را ثبت کند که دیگر تکرار نمی‌شود. تقریباً تمام ویدیوهای هوایی سفر را ایمان ضبط کرده. بعد از آن شب کوتاه و قاب‌های محدود وسایلمان را جمع کردیم، نه با عجله، بلکه با همان حسی که آدم می‌داند قرار است دوباره دل به جاده بدهد، جاده‌ای که همیشه وعده‌های ناشناخته را می‌دهد. مسیر تا رسیدن به جاده اصلی خودش یک سفر کامل بود. راه از میان کوه‌هایی می‌گذشت که فقط بلند نبودند، عظمت داشتند. ارتفاعشان، خطوط فرسوده تنشان و سکوت سنگین اطراف نشان از قدمتی میداد که به راحتی نمی‌شد اندازش را حدس زد. کوه‌هایی که انگار هزاران سال ایستاده‌اند تا شاهد عبور آدم‌ها، کاروان‌ها و رویاهای ناتمام باشند. در میان این همه سنگ و آسمان ناخودآگاه به تاریخ فکر می‌کنی. شنیدم مارکوپولو قصد سفر به هرمزگان را داشته. نمیدونم در سرش چی می‌گذشته، چه تصاویری دیده یا چه چیزی او را تا این نقطه از جهان کشانده. اما میدانم هر کسی که دل به این مسیرها میزند حتما چیزی در درونش آرام نمیگیرد. و جمله معروفی از مارکوپولو که میگه سفر ذهن را باز میکند و مرزهای خیال را جابجا میکند.
بندر گوران همیشه برای من بوی دریا و چوب خیس میداد. جایی که روزگاری صدای چکش کشتی سازها با موجها قاطی میشد. سال 99 بود که اینجا اسکان کردیم با همان خیالهای قدیمی از گوران، اما گوران این سالها دیگر شبیه گذشته نبود. از کشتی سازی های بزرگ خبری نبود و سطح آب آنقدر پایین آمده بود که انگار دریا هم خسته شده باشد از همه چیز. سفر ما ساده می گذرد. صبحانه و ناهار یکی است. امروز نوبت املته. همان غذای ساده که در سفره مزه‌اش چند برابر می شود. به واسطه معرفی دوستم با محصولات دعوت آشنا شدیم. مواد غذایی خشک و نیمه آماده که توی سفر واقعا به کار میاد. QR کد کانالشون رو پایین تصویر میذارم و اگر دوست داشتین میتونید بهشون سر بزنید و از محصولاتشون خرید کنید. کجا بزنم؟ خون داشت چی؟ خب بذار بگیر یکم. این سفر هوای قشم بی‌نظیر بود. مسیرها خلوت، باد همراه و ابرها انگار تصمیم گرفته بودند همسفر ما باشند. در سفر با دوچرخه چون سرعتت کمتره، همه چیز را فرصت داری با دقت ببینی. خط ساحل، سکوت بندر، تغییر رنگ آسمان. اینجا زمان آهسته تر می گذرد و شاید همین آهستگی بزرگترین هدیه سفر ما باشد. بین راه بی هوا تصمیم می گیریم مسیر را کج کنیم و خودمان را به سمت چاهکوه برسانیم. تصمیم های لحظه‌ای همیشه در سفر مزه دیگری دارند. اما چاهکوه شلوغه. آنقدر که کاظم ترجیح میده که با ما نیاد. ما هم یک دور کوتاه میزنیم، نفس تازه میکنیم و برمیگردیم. چاهکوه عجیب است. دره‌ای که انگار زمین سالها نشسته و فکر کرده بعد آرام آرام شکاف خورده. دیوارهاش پر از خط و خمند. جای دست باد و آب را می شود روی سنگ ها دید. چاه ها و حفره ها یادگار زمانی که مردم با همین سنگ ها آب را ذخیره می کردن و زندگی را از دل خشکی بیرون می کشیدن. حتی با شلوغی هنوز هم می شود لحظه ایستاد و فهمید چرا چاهکوه یکی از شگفتی‌های قشم است. جایی که صبر آب سنگ را شکل داده و زمان هنرمند اصلی این منظره بوده.
ما بعد از یک چرخ کوتاه با همان حس ناتمام برمیگردیم به مسیر. چاهکوه پشت سر ما میماند، اما تصویر دیوارهایش تا مدتها با ما رکاب میزند. از لب جاده تا چاهکوه چند کیلومتری راه است. مسیرش برای ما که با دوچرخه‌ایم کشدارتر میشه. برای آنهایی که با ماشینن این فاصله شاید فقط چند دقیقه باشد. ساعت 15:40 سه‌شنبه 18 دی‌ماه روز 5 صفر در مسیر برگشت از دره چاهکوه هستیم و مقصد امشب ما با سعیدیو هست و امیدوارم تا قبل از تاریکی هوا به مقصد برسیم. من از بچگی عاشق ابرها بودم. همیشه در سفرها یک بازی شخصی داشتم. سرم را بالا می گرفتم و ابرها را نگاه می کردم و توی ذهنم با آنها تصویر می ساختم. گاهی حیوان می شدن، گاهی جزیره، گاهی شبیه رویاهایی که اسم نداشتن. این بازی هنوز همراه هم است، به خصوص وقتی با دوچرخه سفر می کنم و آسمان سقف دائمی مسیر است. های ایما، چه آسمونی. نزدیک غروب به باسعیدو میرسیم. در غربی ترین نقطه جزیره قشم، جایی نزدیک مرز آبی ایران، روبروی مسیرهای کشتیرانی و کنار اسکله بیشتر حال هوای نظامی و صنعتی دارد تا گردشگری. یک پسر بچه به خاطر همین دوچرخه میآید به سمت ما. کنجکاو است و بی‌واسطه. ما هم از او میپرسیم که اینجا سوپرمارکت کجا دارد. چند روز آینده قرار است خب کم کنیم و باید کمی آب و مواد غذایی تهیه کنیم. ایمان و پسر بچه با هم راه میافتند به سمت جلو و ما از کوچه پس کوچه های باسعیدو رد میشویم. شهر عجیبی است. ساکت است، پراکنده، با خیابان‌هایی که بیشتر شبیه راه‌های موقتند تا مسیرهای همیشگی. پسر ما را میبرد به سوپرمارکت شوهر خواهرش، اما دست خالی برمیگردیم. یا چیزی نیست یا آنچه هست به کار سفر ما نمیآید. از چند نفر از محلی‌ها میپرسیم که کجا میشود شب را ماند. میگویند سمت اسکله بروید. دستشویی دارد، فضاش بهتر است برای اسکان. هوا کاملا تاریک شده. کمی میرسیم به جای شبیه گمرک. صلح‌ها خاموشند و محوطه نیمه متروک است. آقای دنبال ما میاد و میگوید بهتر از آن سمت صلح‌ها که خالیه شب بمانید، امن‌تر است. بعد هم لطف میکنه و در دستشوی محوطه بیرونی برامون باز میذاره تا ما بتونیم ازش استفاده کنیم. شب ایمان عدس پلو درست میکنه. ساده، داغ، دقیقاً همان چیزی که بعد از یک روز رکاب زدن لازم است. مهمان امشب ما یک گربه کوچک است که با امید زیاد نزدیک می شود، اما وقتی می فهمد خبری از گوش نیست با ما خداحافظی می کند و بی سر و صدا می رود. شب باسعیدو آرام است. ابرها هنوز بالای سر ماندند و من مثل بچگی ها باز هم مشغول تصویر سازی با آنها هستم. از جمعه حساب جمعه شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه است. سالاد درست کردیم. سالاد شیرازی، چینی تازه و خیار گوجه، این عدس پلو، این هم شف عزیز. بله، با سیبیل های شف خارجی. آقا بخوره خارجی موجه جان عرف هست. بس بیارزم
عالی زیادم. نه برای خودم. هوا رو نمیدونم. بذار جمع. دیروز برای من 10% نوشته بود بارندگی. سلام، صبحت بخیر. خوبی؟ قربونت. فردا شنبه ببخشید. آره زنگ زدی متوجه نشدم جان. آره. خب. بازه ببینیم. امروز چهارشنبه 19 دی ماه، روز 6 صفر و ما از باسعیدو داریم میریم به سمت سلخ. نمیخوایم بریم کجا؟ کانی. خلاصه ساعت 10 صبح. بازم امروز خیلی عجله کردیم که زودتر راه بیفتیم، ولی مثل همیشه 2-3 ساعتی معطل شدیم. الان هم در انتهای قشم هستیم. با ما همراه باشید. همسرم بلد با دهنش ساز می‌کنه. به افتخار پرچم همیشه سبز و سفید سرخ بخوره وسطش. ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. ای دشمن از تو سنگ خاره ای و من ناهنم، جان من فدای خاک پای میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. سنگ کوه در و گوهر است، روزه میخونه. خاک دشتت بهتر از زر است، مهرات آسل. کازه انگار بر ناشنوایان داشت اجرا میکرد اون پایین. ممنون که همراه ما هستیم. سپاسگزارم جای سارای عزیز خالی که این مسیر خاکی رو قرار شروع کنیم تا روستای سلخ. بفهم. بچه اینجا هم از ما فیلم در میگیرن. بیا برو. از تو ترسید.
دوچرخه به تو اجازه می‌دهد با جغرافیا دوست شوی، نه آنقدر سریع که همه چیز محو شود و نه آنقدر کند که در جا بزنی. در این نوع سفر مقصد اهمیت دارد، اما مسیر اصل ماجراست و شاید برای همین است که سفر با دوچرخه بیشتر از آن که حرکت باشد نوع زیستن است. به روستای دستگور رسیدیم. اولین فکر ما ناهار بود. دوچرخه ها را کنار زدیم و رفتیم دنبال یک مارکت کوچک برای خرید چند قلم ساده. تخم مرغ، نان، هرچه بشود با حداقل ها یک وعده درست کرد. این بخش از جزیره نسبت به شهرهای دیگر قشم حتی از امکانات اولیه هم چندان چیزی نداشت. همین کمبودها بود که فضا را عجیب می‌کرد. نه عجیب ترسناک، بلکه عجیب خاموش و ساده. بالاخره یک مغازه کوچک پیدا کردیم. قفسه ها خلوت بود، اما دل مغازه شلوغ. مشغول خرید بودیم که خانم مغازه‌دار بی هیچ مقدمه ای از ناهار ظهر خودش و خانواده‌اش برایمان توی دیس کشید و گفت مهمان مایید. آن لحظه کلمه ها کم می آوردن. این حجم از بخشندگی، این مهربانی بیچشم داشت چیزی نیست که بشود توصیفش کرد. و دقیقاً همینجاست که این سبک سفر برایمان عزیز می شود. اتفاقهای از این جنس را شاید در سفرهای دیگر کمتر یا هرگز تجربه نکنید. چیزهایی که نه قابل برنامه‌ریزی اند و نه تکرار شدنی. آدم‌ها وقتی ساده زندگی می‌کنند ذات خالص‌تری دارند. این فکر مدت هاست با من میماند و هر بار که به آن لحظه در دستگور فکر میکنم لذتی عمیق و آرام تمام وجودم را میگیرد. سفر گاهی نه برای دیدن جاهاست که برای دیدن آدم ها هم هست. که از بطری‌های آبمون ترکید از ته. خب منم توی جاده رکاب زمین ترکیدم. شبیه اینایی که میخوام برن سفره مثلا چیز کجای اون روایت عشق چیه؟ راهیان نور. نه نگاه کن. یا اینایی که دارن میرن کربلا. به جای که پیاده داره با دوچرخه داره میره کربلا. جانم باشه. یالا خدا.
گفتن تا غار نمیرسه 6 تا 7 کیلومتر راه به خاطر این موزه. نه به غار نمیرسیم، نه همین جای دیگه، همین پیچه که بریم پایین دیگه. سر پیچه که داره آره، پیدا آره. میشه دو نفر با ماشین نیسانن. من خودم نگهبان غارم به خاطر این موزه وایسادم میکنم بالا. خودم انتظامات همونجا. سالم باشه ما در خدمت. دست شما در سالم باشه. سالم باشه. پس فردا میبینیم ان شاء الله به رضای خدا. خدا بعد هر سربالایی که خیلی سنگین و سخته یه سرپایینی خوب هستش که واقعا لذت بخشه و ارزش داره دیدنش. کاظم برو اگه می‌خوای. کمی تو کارش نیست.